غیر جای. سلام علیکم ماما جان. و علیکم السلام. جوی باشی ماما جو کجا میرین؟ شمار برشونو دمش. ماما ما این بیاییم اینجا بشینیم اونجا گیخ کم کنی. دست خوب بده. قراره ماما، قراره بشینیم ماما. الله جو. ماما جان دا کجا میرفتی؟ میرفتی که قبض برق تحویل کنم. ماما دیگه کسی شما نداریم، بچه زن دختره که ببره تحویل کنه. شما خیلی رانشته میبینیم میرین دیگه ایتا خوشخوشه همینطور میرم دیگه آسازده. میرفتیم کجا میرفتیم؟ میرفتی که قبض برق تحویل کنم. قبض برق شما چندیه؟ 5000 چند دیگه خیلی بالا یا 5000. من چون روزا پنجمه قبض برق تحویل میگیرم یا نه؟ ماما ما این بپرسیم برای ما با کار میکنه. از یک خبری بگیرم سه کنون روزا پنجشنبه قبض برق تحویل میگیرم نمیگیرم. که خبری بگیرم خیلی بینی بدم من باشی. ماما شما بچه ندارین که ببره تحویل کنه؟ بچه داری؟ ای بابا من ایتونه تگه 20 سالمه شیرین وقتی در بداره. باشه ماما خبری میگیرم. الو لالا میگم لالا روزا پنجشنبه قبض برق تحویل میگیره. با میگم لالا همین قبض برق روزا پنجشنبه تحویل میگیره. تا به 12. خوبه لالا جو، خوبه، بخیر باش. خدا ماما میگه روزا پنجشنبه تا به 12 بجه قبض برق آدم بیاره تحویل کنه قبول میکنه. اگر 12 به شدی به پیشی نختیه. ماما جان ماما قبض برق خوب بدیم سی کنم. قبض برق نمیشه که نه خودم کیسی منه خودم پیلا دیگم کیسی منه. کدام مروشه که بود ماما ما این مثلا نشمار تا بلاب سرک ببرم. نه خیر بینی تو خوشبوشک من تو قدم زدم میرم دیگه. اگه چیزی چاره وسایل چیزی گیر من بیانم تو باکم برم ببره. خوبه دیگه ماما جو. شما ما چون دل ما به شما ماما امرو خیلی سوخت. دل ما بخیر ماما جگر به شما کباب شد. بیشتر نوشتم کوکو. بیشتر نوشتم ماما آدم به این شرایط دالک باشه خیلی سخته. دل ما به شما کباب شد ماما جو. بخیر جگر به امرو به جو باکوی. بابا چه داری میکنی میدو؟ ماما شما ایسته سایه خدای بابا. خدا جایی سوال کرده چی کن؟ ماما خدا بری جو داره خیلی بابا. اگه مهم مثل شما تا به سال سرک ببرو. نه خیلی دیگه حالا دم من را شده تو خوشک میرم دیگه. اگه باشه ماما جو بشینیمی مونده نی. نه گل دم من را شد نری ماما جو ما میشه باکو قسمت دیر شد چرخی موتور باسکلی بگو شما را موتا ببره. دانه که هیچ کس تیر نشده من تو دم من رول کنم که را شده تو با خوشک میرم. خیر بینیم سب کنی ماما جو شما رو برد سب بخیدی ماما بخید. همین تا قرار همین تا آسار به جلو خوب بذاریم همین تا بریم ماما. نفته که ماما جو تا جوجه کاری نفتی. ای تو خوش میرم که خیر بینیم ماما بریم. برو ماما برو خدا یار تو. همه ترسیدی های. برو که ماما امرو ما چولدار کردی. قبض برق تو نگاه کن.
برو که بانداری دست خیلی مگار پاس بیایی دی پولای دی غرض باغ که تحویل کنی برو که کسی ما پورا پاسری حاضری کردی خدا یار تو ماما الو کجا بری؟ میرم سر زمینا فطور خیریت یار هستی بخیری برفتم بکن تا معلق قبضه آمده گفتم که گفتم بده قبضه برگم گفت نورالله قبضه برگ تو برده کو بده قبضه برگم کسی کنه چنده قبضه اومده برگ با سرا الا باز برار کنم نمازگار هم تنه که بیاد چنده بیامده از ما سیل نکردم با برگ و امیت یک خبر شنیدم که یاد مسئله کردن قبضه برگ چی خبر شنیدی خیریت چی گپه همین خسار ما کتب دیدی کیش کنه داره کوره نابینای بیچاره ای بیا ماده امروز خودی همین خوشی اومد گفت که جربه است که کمی قبضه برگ بده که ما ببرم دیگه وقتا که بود همین همسایه نمی قبضه خود خورم میبرد قبضه زینا نمیبرد تحویل میگه این پیره دام ماده برات قبضه برگ خود از این بخست ازم رو حرکت کرده قبضه برگ ببرد بچون بعد خودی از کدوم اکادمی اینا سر خورده به پیش شیشته بوده که چیش نداشته که ببینه که کی بوده بیا ماده همینجا میگه به شیشته خود من نیم ساعت دیره شروع کرده به اختلاط بعد از اون معلوم نیه که کیسی مر همین آدم قلم کرده یا با موتور لیلی بالا شد و مثلا موتور لیلی کسی کیسی مر قلم کرده 5300 و چندی اومده بده پول مکمل خودم قبض بعد برشتم براتم رد کار یعنی تا آدمای خدا ناترس پیدا میشه که نمیته غریبای بیچاره در بدری که بس اینا خیرات رواه ان کیسگا که ببینن قلب کن انا به خدا کوچوم به من زنگ زده که من چیکار کنم به پیش کی برم کی به ما به قرض میده میگم همین فکر که برو بشینید از بود همین سر ما بهتر دیگه که اگه مثلا من چیش دیستی دیگه بدیدی چری تا کار بشی ایشته بده که می قبض برق کیسی از این قچی کرده نه فهمیده می خصوص شما که کیسی رو قچی کرده همین کجا بوده کسی معلوم نبوده که با کجا قچی کردن برو میگه بمتادی بچگاه که بیا اومده خود ما گاب میزده میگه شیشته بوده به پیش میگم من نفهمیدم نشناختم ماتو خیلی دیر میگم میگه به پیش من شیشته بود از پیش از او حرکت کردم من کیسی خورم میگه سیل نکردم بالا شدم تا موتور فلان کوچ موتور لیلی برات تو بدم بانک تا شدم دست به کیسی خود کردم که قبض برق پولا بدار کنم خدا بده قبض برق سعی کردم کیسی ما درک نداره دیگه معلوم نیه که کیسی از همو بچگاه قلم کرده یا تا موتورا قلم کردن معلوم نیه دیگه خدا میفهمه آدم چیزی گفته نمیتونه انی بیچاره غریبه که بازی میگم مردم خیرات میدن خود دیگه چیزی هم نداره خاک بم سر میت آدماشه خدای پاک میت آدما در به در کنه خاک به سر کنه که همه فکر نمیکنن که می آدم نابینای بیچاره یک چیز دیگه آخی 5000 و چند دیگه گفتی خصوص تو چی مصرفی داره بر نیه برارم اقدار مصرف نداره همین دوری سیوم آمده بود که نداشته میرم برای تا قرض فرض کرده ولی اون نبگذشه که پره شده ببرده که تحویل کنن یا کسی بدار کلام ورده مرگ داره مصرف چی داره مصرف بفهمیدی یعنی ایته نورالله اخی همی که خسورتون بیگونی امنیه خود تو میفهمی که آدم کور نابینای همی قبض برق اینا که هر 2 ماه یک دفعه میای همین خود تو برو پولای ناربست تو قبض برق ناربست تو ببر تحویل کو والا رمضان او به زودی پی میشینه من به زودی میشینم دیگه نمیشه که مردم حرکت کنم از اینجا برم به زودی برم قبض برق از این ببرم تحویل کنم بابا همین بیشتر هم هر چه که میبردم یه همسایه نوافالی نبود برمیدش میبرد دیگه من این پیران گفتم البته میبرد دیگه من چی میفهمم که خسور ما این پیرا باز خودی و چی بگم لالا همین تکلمه به کل به دور افتاده به خدا بیشتر از این نکل برای خدای کلالا که بیا قبض برق خوبه لالا همه عرض سنگ و پالنگ تو سکی پولا خوردن داره گردن ما بند باشه خوب مگر این پولار همر و دوا و دکتر و شفاخونه و این بریبر خرج کنه خدا مال همت به شما پول آدما غریب کور خوردن داره خوشو مزنگ زده میته گریه نمیکنه لالا میته گریه میکنه که میگم از میدم خود میته غر کم نی آخه پول 5 اصلا 10 اصلا 10 روپیه خیلیه 10 روپیه پول پیدا کردن سخته با چیزا گم کردن یو خیر باشه لالا خدا نقص سر نده خدای که لالا که بیا قبض برق تو خوبه صحیح خوبه کسی که یه آدم غریب ناتوان نابینای پولا برداشتن ببردن کیسی و قچی کردن خب امی آدم کور نابینا اگر آوسنا کشه تو آدم دزده که پولا برداشتی ببردی کمر میبندی کمر تو خدای پاک از 10 جا بشکنونه که آخ نکتونی کشیده که دوباره این کارا نکنی وای 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 آی بی کوچه نرو کی خواه رو داره دلارا مری ببین مریم
من گلدار داره جان من آی به حکی میرسد دست و بگردن به ما که میرسد صد نازو داره آی اگر یار مرا دیدی به گوشه بگو کالای نو و خور بپوشه بی اگر نشانی مرگریفتد بگیم بریک شده بگیم لیلا بگیم مجنون بگم آیت بلوشه او کی شرشر میکنه میشاکی بربر میکنه یاد دلبر میکنه بگذار بلالون سبزمه تا که بلالون سبزمه یا یک زمین تبله به دیوار میزنم یا می دوام میکنه سردر میکنه کو مادر موای سعی کو چی میگم تو؟ دو دست خور بگیره با سر موای دو دست خور بگیره و نداره وای الهی کم شود درد سر موای خلاص شد چه حرف نی تو؟ خوندن که بیامد پیر آدم مادر آدم که به پیش آدم بیامد مگر رو خوندن بگیری بعد پیر مادر یلیدی به خاطر شاعر گفته در اتفاق غیری میشود روزی پریشونی با دل خون چک چک میکنه تو این جگاه ما میخونی با من چرا دل خود چک چک میکنه دیگه تبله و دست تو ببینه با ما میفهم تو میفهمی بفهمیدی؟ یا دیوار نزنی یا خواهی میگه چیش تو نفته که به تبله تو از زمین حال خبر ده که چی حال به زندگی چی حاله؟ بفهمی چه کار شده؟ چکار شده؟ سعی کن تو عالمی تا بعض مردم همیته با می کورا را هم نبرن چرا؟ آخه کسی مامار بزنن بابا بیچاره غریب در مادر مسکینی از چشاخ و نابینا کسی مامونه بزنه من چه بیشتر خدا ناترسی بودم من چه موتر کی سیر زدم میگه یک بچه یک من بوشون در خودم اختلاط میکرد من بشنم تو مونده بکن دمرستی کنم من چه بو کسی مرزده بیشتر کسی زدن کسی قیچی کردم میفهمی قیچی اشتر از اینجا تا قیچی کردم آخه تو اصلا همیتی چیزی هم باش ما با تو بگم من روز که این ماما خونه روز میشناسم طالبه دیدی که به کسی و یک پیپیل باش اشتبه چی کده او مرتب جاد اشتبهی قیچی کده باش پیلا قبض برق کسی بوده پیلا قبض برق بوده قبض برق نبوده که تعویل بوده آفرین کسی کنه دارم ما بیچاره من چه که تو بعضی میتونه خداناترسی هستم آره معلوم نیه که کسی قیچی کده دیگه طرف یه هفته مونده شدم یک بچه یک میتیدم خودی بشیشتم دیگه شروع کردم به اختلاف من مونده شده بودم من چه بود کسی من قیچی کده یا با تا موتورا لینی کسی من قیچی کده اداره معلوم نیه بیچاره میته پریشون نیه شکسته که من واسه بول پولا قبض باید تایید کنم بیا من کسی من قیچی کده ماما هم دیگه بیش میسیاد دو نه سکو تو هم بعض وقتا به اوش کنی به هر طرف هر جایی میری به کسی پول چیزیه گوشی چیزیه گوشت و کیسات باشه که میفهمی حالش نه حالا بعض مردم خوب از همین راه پول در میارن از تو پول از تو مگرم سکی هسته خب میشه یک در باید پول شیده تو رای کنم یا گوشی به کسی تو باشه یا باید پول غاز بعد چیزی بری تو کار میکنی گیلا نه نگفتم باف کنم همیده گفتم همیده خوب همیده باف نکنم من تردش من گذی دارم بشکنم کوزم بشکنم اختلاطم بکن همیده من گفتم همیده من تردشی نزنم همیده همه لنگای همیده ولی دست رو کنم اینجا بگذار خود دستا رو گفت نزد خود در رو گفت خود نه
همین تو فرش همین تو بقول به زمین بزنه که لنگ مثل لنگ شطور ولی مثل هوا مثل شطوری که ما هم سبیک کنم ولی مثل لنگ هوا بمونه. بعد تو گفتم موش تو خیلی بیکیسه تو باشه. اول یه هم بیکیسه کیسه من پیدا نمیشه گشنگی. همین تا چیزا هست. روزی باشه بودن مسئله عجیبات نیه. ای که تو. بله خانم. یاد گیلاگات تبلا یاده. بوا خبری با کنه خب شو. یه سگ بخونیم مامان سگ مامان بیچاره اشته پریشونه. همینجا برو. مامان وجوده بود مامان خیلی کار نکنه خیلی شو. کجا از گیرم چیزی نموده. کلاه قبض بعد گم شده بیچاره. هرچی شاخ هم نمیبینه کاش که شاخ مید که من سر میشنم. نه وانا پیچی اگه ایشتری بود میاد با ما خود کار می‌کنه. یک پینجاییه. پینجایی تو پینجایی نه. چی؟ گره ماری. نمال بخیر نمیزنم اینا خدایی نبخیر گوشی. برو گیره تبله نرزیم تبله دیگه نرزیم برو. کار کردی من مثلا ما خود. کار نداری؟ نه که ما چیکار باید شروع کنیم به خنده و اینا. بیا از ما پریشونه اعصاب خراب بشه. خوب. برو طاقت از اینه نهی به اونجا بره کمال لالزاده شیبه بچی عباس کوشو تو رو پاکو میکنم واسه کوشو من نیست نه کوشو بکنم میدم نبودی بیا مازودی نه رو تو میگم بگو خوبه لابوس کوشو من نیست چکار کنم برو گیلک برو های باید یه گفته دان جوره کوشو برو میکنی برو